سلام آسیه، من اوکانم. سلام. میشناسمه؟ نه تو نمیشناسی، اما من تو رو از مسابقه موسیقی میشناسم. خدایی صدای قشنگی داری. ممنون. میخواستم یه سوالی ازت بپرسم آسیه. من و دوست دخترم یه گروه موسیقی کوچیک داریم. اون میخونه و من گیتار میزنم، اما الان بعد جوری سرما خورده و نمیتونه آواز بخونه. برای امشب با یه جا قرار گذاشتیم. من میتونم داداشمم با خودم بیارم یا نه؟ معلومه که میتونی. خب پس باشه، قبوله. خوبه. آکان و دوست دخترش تو جای مختلف اجرا دارن. دوست دخترش مریضه، با یه جایی هم قرارداد دارن. اصلا پرسید میتونم باش بخونم. منم بهشون گفتم کار دارم و آسیه رو بهش پیشنهاد دادم. به خاطر قضیه که صبح برات تعریف کردم خواستی آسیه هر چند کم یه پولی در بیاره. فعلا فقط این از دستم برمیاد. خب اوضاع احوال رفیق عزیزم و خواهر عزیز کردش چطوره؟ دروک من میرم سر کلاس، بعدن میبینم. به نظرت این درسته که تا من میام پا میشی میری؟ وقتی این کارو میکنی حس میکنم گربه سیاه. خوب هستی؟ راست میگی؟ آسیه قبول کرد. امشب آواز میخونه. ممنونم از پیشنهادت. خواهش میکنم. شب ساعت 8 میریم اونجا. اگه کار تموم شد تو هم یه سر بیا. همون سالن جدیده که پشت پارک باز شده؟ آره همونجا. اگه شد میام. باشه میبینمت. چه بازم داری با اون دل گندت قهرمان بازی در میاری مگه نه؟ خداییش آفرین. میبینم هیچ فرصتی رو از دست نمیدی. تولگا تو کار دیگه ای نداری؟ یا دوست دیگه ای نداری؟ برو با اونو بگرد. متاسفانه ندارم. هیچکی منو دوست نداره. نه بابا، جدا؟ به نظرت چرا ها؟ نمیدونم، در حالی که من آدم خوبیم. جون تو. تنها مشکلم اینه که عاشق هیجانم. دوست دارم یکی گریه کنه، زار بزنه، ناله کنه. یعنی از درام خوشم میاد. میفهمم، چون تو پاک دیوونه ای. خب اینجوری هم میشه گفت. بیا یه دست بسکت بزنیم. نظرت چیه؟ هر کی سه بشه برنده است. باشه بزنیم رفیق. خدا بکم آخه چی کارت بکنه. بیا بزنیم، بیا بازی کنیم. فقط همینمون مونده بود. بیا بسکت هم بازی کنیم، تنیس هم بازی کنیم، مثلا هر چی تو بگی بازی کنیم.